خب برادری عزیز سوال کرده السلام علیکم حضرت، در خواب باشی یکی گناه کنی، خب در نامه اعمال نوشته می شود. اکنون برادر عزیز خواب این غیر حالت است. گناهی که در این مثلا انسان در خواب شیطانش میزنه یا در خوابش یگان کلمه کفر میگوید، حتی در خواب زنش انسان طلاق کنه طلاق نمیشود، یا اینکه مثال در خواب بعضی گناهایی که انسان انجام میده البته اونها نوشته نمیشن، چون که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم حدیث مبارکشون است. این حدیث ابو داود روایت کردن از حضرت علی رضی الله تعالی عنه. حضرت فرمودند که پیغمبر بزرگوار میفرمایند رفع القلم عن ثلاثه، گفتن خداوند قلم تکلیف از سه گروه انسان برداشته است. عن النائم حتی یستیقظ، گفتن از انسان خواب حتی که از خواب بیدار شود. یعنی انسان خواب گناهش نوشته نمیشه، هر عملی کرد، هر حرکتی کرد، هر چیزی گفت، انسان خواب عملش یعنی که قلم تکلیف از وی برداشته شده است، در نامه اعمالش نوشته نمیشه. و عن الصبی حتی یحتلم، و از انسان کودک حتی که یعنی به بلاغت رسه، حتی که وی احتلامی شود، تا حالتی به بلاغت رسیدن شه انسان کودک هم هر عملی گناهی کرد نوشته نمیشه. و عن المجنون حتی یعقل، و از انسان دیوانه حتی که وی عاقل شود، به عقل شود، هوشیار شود. یعنی این سه گروه مردم خداوند یگان عملهاشون نمی نویسه. یکی از اونها انسان خواب بود. در خواب انسان هر کاری کرد، هر حرکتی کرد، در نامه اعمالش برادر عزیز بزرگوار نوشته نمی شود.